دوستان عزیز ما در فعلا قرار داریم در برآمدگاه، یعنی از مترو میریم بیرون شهر و نو گفتن امانات این 4-5 طبقه بوده است. ما در طبقه 3 یعنی که در زیر ما با یک خط دیگه مترو، در زیر ما خط مترو دیگه 3 خط داریم. خب با ما باشید میریم بیرون و ببینیم در بیرون چی چیزها ما رو منتظرند. دوستان عزیز ما برآمدیم مترو و میریم بیرون. دوستان عزیز در اینجا هم پاقی لا دیفرانس حقی نبوده. چندین بازی ها محض در همین چی میشیده انا چی میگن دویر میگشت است و اینم رمکایی که از تمام شهر پاریژ نمایان است. این رمکه است به حسابی 40 طبقه است، زیاده از 40 طبقه تشکیل میده. ایرا بینید بالای یک استانسیون متروی شهری پاریژ. خب با ما بیمارن ایرا میگن پاریژی نو یا پاریژ سیتی. ایرا ببینید دوستان همه ساختمان های نو دیگه و دیگه محض همیشه ساخته شده است. ایرا ببینید همش سر و فلک. دوستان عزیز ببینید خیلی ساختمان های زیبا و دیدنی و مدرنی حاضر زمانی شهری پاریژ. او دوستان عزیز نگاه کنید در اون طرف آرک تریومف من نمایان است، یعنی در پایان شهری کهنه و در بالا شهری نو. خب چون گفتیم این همان رمکه است که از تمام شهر من نمایان است. خیلی بلند هم است، خیلی جالب هم است ساختمانش. و میریم دیگه طرف های ترگاه سنتر که ببینیم در ترگاه سنتر چه چیزا هست. و اینجا هم چندین ساختمان های دیگه.
دوستان عزیز، شما یک دفعه ساختمان‌های اینجا را ببینید چگونه ساخته شدن و نازکی را ببینید. یکی از نازکی‌های این ساختمان یعنی بوریش یمیه. نگاه کنید چخیل وای کردگان و چی میگن پاتالوک درآمدگاهش ببینید چخیلیه. رنگ لیته‌اش تغییر کرده. یکی از چی میگن پاریژ مول یا ترگای سنتر شهر پاریژ. در اینجا 250 تا تقریبا مغازه وجود دارد که جایگیر شده است و زیاده از 30 و چند تا رستوران و نمیفهم فست فودو. این هم در یکی از گوشه های شهری پاریژ سیتی قرار داریم. در پاریژ سیتی یعنی شهر نوی پاریژ. پاریژ یک برج ایفل نداره، پاریژ یک نمیفهم یک ارک نداره. پاریژ هم این خیلی چی میگن جایهای زمانوی هم مدرن هم ساختگی هستن. این یکی از گوشه های پاریژ سیتی. دوستان عزیز، نگفتن امانت چند روزی که در پاریژ بودیم، یک روز رفتیم طرف جاهایی که المپیاد برگزار می‌گردد. تیمی بانوان یعنی تیمی زنانه تاجیکستان آید به بوکس دیدیم. از آن جمله موضوعات چاری و او دخترکی که تکواندویست بود، نامش نمیدونم، و او دخترکی بکسیار که در المپیاد 2024 اشتراک کردن. ما را دیدیم و متاسفانه وقتی ما را دیدیم هم ضرورت تلفن بردگی بود، هم نتونستیم که یک حداقل سلفی بگیریم، حداقل یک مصاحبه بگیریم. ای خانم موضوعات چاری و که خیلی همه ما شما میشناسیمش، یکی از با موفقیت ترین ورزشگری زن میباشه در تاجیکستان، یعنی گردآفریدی تاجیک. خیلی ناراحت شدیم چون بعد و رفتن اون طرف ما هم دیگه طرف چی نداشتیم دیگه امکانات سلفی گرفتن و نمیفهم عکس گرفتن یا صحبت نداشتیم. خب صحبت مثلا کردیم، خیلی تقریبا 10-15 دقیقه صحبت کردیم. همین دیگه سلامتی و بردباری و دیگه تبریک کردن آید با بچه‌هایی که مثلا جایزه گرفتن. دیگه بریم دیگه طرف نریم دیگه طرف. یا مجا که از خاطره هایی که ما در شهر پاریژ در دفعه آمدگی ما صورت گرفت. دوستان عزیز، چنانچه میدونید هنوز هم سیر و گشت های ما در شهر پاریژ ادامه دارن و ما هم در یک از کوچه های این شهر قرار داریم و چنانچه میدونید چند روز شد که ما در شهر پاریژ قرار داریم و آمدیم که از چند جاهای زیبای این شهر دیدن کنیم و بهر شما نوارهای بگیریم که پسند شما از آن قرار بگیرد. دوستان ببینید خیلی کوچه های شهر پاریژ تازه، آزاده، تمیز و خیلی هم زیبا. اما اگه قرار دارم در که از چهارراه‌های این خیابان و میریم دیگه طرف های شهر ما بیمانه. هم ساختمان های قدیمه شهر پاریژ.